من چه پیما یک واحدی ارد بکنم به مبارزه پیش چه هر چیزا بزاند که می هدف چه جد و جهد و مبارزه یا بلوچستان تو که یک حکومت جمهوری اسلامی و یک گجری حکومت در واقع آیه ساقط کنک و داردهگه. دو، بلوچستانی تو که حاکمیت ملی چه گجر پشگره گو وات بوگه، یعنی بلوچ وتی ملک تو که سروک ببید، مستر ببید، نیروی انتظامی ببید، نیروی امنیتی ببید، اداره و ارگانه همای دستا ببن، پهکین چیز وتی دستی ببن. به یه هدفانی رسگا جد و جهد لوتید، مبارزه لوتید. هر نظمی که مردم لوتید ارد بکن بیارید، باید پیسریگی نظمی که هستین، نظامی که هستین آیه چوده چست بکن، آن نظم رو بیا نظم بکن. به غیر از اشیا مردم نتونی آن نظمی که لوتی به مردمانی حق و حقوقی رسگا آیه رو کار بیاری به دست پیدا بکن. همین خاطره جد و جهد لوتی، مبارزه لوتی. ایشی بانانه هدف این که عرض کرده شد. دومی خبرش این که پیش چه هر چیزا مبارزه بونگیج کنگا جد و جهدی کنگا به بلوچستان باید یه خبره شری سرپد ببه که ترا وظیفه هستن که پوتی ملکا جهد بکنه، مبارزه بکنه. نباید ساکت ببه، ساکن ببه، سرجهل ببه. ایشی وظیفه اینه که داته خداوند متعال کنه. ظلم که میسر بوگانی از ظالم گناه کنگی، بله مایی که ظلم قبول کنگی ما هم گناه کردن. ظلم مردم قبول مکن. سرگ و سنگا میرده نگی نبی گلته. راه های بازی هستن که مردم امنیتی جاگان دوگا تونی جهد بکن، مبارزه بکن، یک پیمی که هم بوتی هدف دست پیدا بکن و همشه که حکومتی که ظلم کنه مردم از ظلم دیما بگیرید تو بپروشید. شوروی تو که هم هنچه مبارز جوان چست بود قایش جنگ داد، شوروی به ربط یک روسیه پاش کرد. آیه هم حکومتی همی پیماد که همی جمهوری اسلامی آیان چه پیما توند ما چه پیما نتونه. آیه همشان پتا یه چوکا هر کاری کنه چمانش سویجی گرفته یاد گرفته ما تونه بل راهی بلد ببین. پس پیش چه هر چیزا بزاند که شی مشمه وظیفه این که ما جد و جهد مبارزه کنیم. دومی خبر همشین که کار جمعی ارزش بزانه، کار تشکیلاتی ارزش بزانه. هیچ کس تنهایی نتونید یک مزنی هدفی محقق بکنه. درسته مچا گو هم ببین تونه پوتی هدف دست پیدا کنیم برسیم. به همین خاطر ما باید این که واحد ارد بکنیم، تیمی کار بکنیم، هور کار بکنیم، یک دست ببین، یک مشت ببین، پراکنده مبین بیه پیما که هیچ کس گو هیچ که کار مبین، هر که ویتی راه برده. ایشی هم بزاند درستین راج دفتر هم بچاره پیسرگین تاریخ هم بچاره همه اقلیتی که آیا سازمانی یافته و تشکیلاتی بودتگن به یک مزنین اکثریتی که ساکت بودتگن، ساکن و غیر فعال و غیر تشکیلاتی و منفعل بودتگن حکومتی شده. مثالی همین که زابلیان حکومت ها تشکیلات دادتگن، نظمی دادتگن، می بلوچن سر آینی سوار بودتگن در حال که مهاجر بودتگن یه منطقه یارک نیندی نگودتگن. بل بلوچانی بحکی جان و مال و زندش وتی دستا گرفته. اگر ما که گشترین تشکیلات ببین، تنظیم ببین، مرتب و منظم فعالیت بکنه، جد و جهد بکنه، چه پیما ما نتونی آنها شکست بدن. به مراتب بهتر کنه. وقتی اقلیتی تونی یا اکثریت چو شکست بدن ته وقتی منظم ببین، اگر اکثریت منظم ببین انگت بهتر کنی که آنها بجن تو گار بکن تو در واقع حکومتش دور بدن تو وقتی اما مراد چیزی که هستی و تزانتی که راهی دیگه نیستن بغیر چه شکل مشکلاتی حل ببه همه چیزا بیارید. نو سیستم یا شیوه یا پیم و روشی که ما بلوچانی مبارزاتا که در صحاب تو کا به عنوان هماهنگ کننده در واقع صحاب کار کنگاین بین مبارزان و فعالیت لوتی ما به یه پیمه که یک مرکزی ما را هستیم. چرا اکسا هنو ما شوار پیش داریم یه اکسا بچارد ما را یک مرکزی هستیم و واحدایی که پراکنده هم که واحدان گو همدیگه هیچ ارتباطی نیستیم اما تمام واحدان گو مرکز در ارتباط هم. ایشی نباید بشه موشن که واحدانی ارتباط گو مرکز فوق العاده و سک باز مهمه. یه سیستم پرچی ما اجرا کنگاین به شکلا به شیوه یا به خاطر چی که جو امنیتیه
همه خبری که مردم گوشن سرگو سنگا میارین نبی به خاطر هماییه که ما بمیرینیم. واحد پهریا، دوزاپا، پنوچا، چهبارا مثال بگیرن گو شهر نام بگیرن، جاسکا، رودبارا، نظام کهنوچا، نرماشیرا، گیاوان زمینا، سیریکا، مینابا، هر جا بوشه شهر بازم. ادوکا هر ملکی تو که هر شهری تو که واحد ادبی، هر واحدی متشکل از افرادیه که همه مردمانی اربوطه که یک کادگی را جا یارند و دنی آن تو که نیسته. ایشی که واحدان چی کاری کنند آیتا توضیح ده. هر واحدی یا یک سروکی هستن، سرگروهی هستی یا رهبری بگوشید و تا 10 نفر عضوی هست، بین 3 تا 10 نفر چه 3 جمع شروع بید. حتی اگر 3 نبودن که 2 هنتونه کار بکنن، 2 نبودن در چه شرایطی دوکایت که اصلا نبود، اما یکی نفر حداقل کارا دیما برای بی همه اندازه که تونی. هدف می جد و جهد دوکاشیه که هر کس وتی اندازه یا جهد بکن و انسانی اندازه سک بالایی، سک برزه وتی اندازه هم برز بگید. وقتی که درستان هر یکی وتی ملک توکا یک واحدی جتگی همه ملک توکا که این نشته دیگه همین ای پیمین واحد 10 ها شکل گرفته گرا تشکیلات سک مزنی بی درستان گو مرکز ارتباط هستیم و جد و جهد دیما برند. پس واحد 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 بازینی یک ملکی توکا ادبی پهکین واحدان گو مرکز ارتباط کرده. چیه کننده؟ هر طرحی ایده چالشی برنامه‌ای که تحت صحاب اعلام کن آیا فوراً آیا اجرای کنن و جلسه گیرند که چه پیما آیا اوت ملک توکا اوت منطقی توکا باید اجرا بکنن. 1 2 شعار نویسی کردن. شعاران چه پیمی نویسنده که همه ملک مردم درو آگاه و بیدار ببندن، جوانانی جذب تشکیلات مزنی ببن. یعنی نویسن نه شیخ نشان فقط بلوچ سرمچار بعد جهلا نویسن ای جوانان فلان ملک، مثلا همه ملک تو نه هستن، بیایید شما هم مبارز در سایه به در بوسه ها و عضو ببید. این جمله وقتی شما نویسید 100 نفر رد بیچودن آیا گندنته آن دل تو که هم شوق پیدا بی آیا ها یا انت گما ارتباط کردن ما آیان هم گوشینگ چه پیما و تو واحد عرض بکنن همین ویدیو بچاره او واحدان بازه. یه شیوهیه که حکومت‌های امنیتی نتونن کنترل بکنن. هر گروهی هر واحدی خدای نکرده اگر یه روی چی ها یک نفری چای مشکل پیش بیاد او واحد اگر منحل ببی به عادی واحدان هیچ مشکلی پیش نیاد. آیا متهن چو کار دیمو برندیم و حکومت ضعیف کنانه بر شعاران چی ببنده حتما گو مرکز و جوز بکنید که می شعار با چی ببند چه پیمود شعاران بنویسه که اثرگذار ببند. اما همه پیم گوار شعار همه پیمی بش به طرح شما ایده شو برنامه همه پیما ببی که من لوتون یه شهری تو که درستی جوان مبارز ببند. یه پیمی شعاران بنویسید که اثر بلی جوانان تو که یعنی شما شعار ثابت ایشین که نه شیخ نه شاه فقط بلوچ سرمچار گجری حکومت ها نلوتان اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجراشان ثابتی شعار. اما آنی که راه جهلا همیشه نویسک بی آدرس صحاب دیگه بی و نویسک بی جوانانی ملکه صحاب همراه ببید تا این نوبت هم رسته تو پرچه نیگو ما همراه نبید. اور دیگه کاری هم که تو نمیکنن تو واحدان در منطقی تو کار شبنامه شنگ بکنن کار باز هسته تر ایده که آیا وقت تونه درش بگه جا یعنی همه ملک تو که شما نشتگید چون وقت مشورت کنه تونه تر بدهید ایده بده آقا من پهره نشتگم من دوزاپ نشتگم من واش نشتگم این ملک تو که اگر پلان جاگاه فلان کارا بکنیم باز اثرگذار تأثیری هست. ما رابطه بررسی کتا چو این کار کنه بید شما طرح دید مرکز توضیح کنده که کجا واحدی کارا همه ملک تو که انجام بده. و دیگه کاری که هر واحدی آیی کد کن ایشین که نوکی نیرو جذب کنده مردم بیاری هر چی می نیروان گشته ببن مشمه تشکیلات مستر ببی عظیمتر ببی به همه میزان ما شما اثرگذاری گشته بیتیم ملک تو که ایشیا هم مشه موشد که شما وقتی لوتید یک واحدی یا تأسیس بکنید باید اینکه تک تکی مردمان در بچینید. هیچ وقت اشتباه مکنید یک جلسه مزنی مگیرید جلسه تو که مگوشه بیایم ما شما رای عضو صحاب بیم مبارزه در سایه بیم و چیرکای مبارزه فعالیت کنیم فلان کار کنیم شما هورت ما یایگو ما همراه بید. خب بلکه یک نفر دیوان تو کنند 2 نفر هم 10 نفر هم ما هم هور نبیم شما همراه نبیم رنده بر شما هر کاری ملک تو که بکنید اگر مردم بسیجی سپاهی در بیه شما جان خطر تو کنید. پس راهشی که شما وقتی واحد رو عرض بکنید این که تک یک مردمان دعوت بدهید آن جذب کنید. هیچ کسی که آیا جاه نیارد آیا جذب مکنید. فقط کسی سر اعتماد بکنید که به شما مورد اعتماد. اشیا مشه موجود که مبارزه در سایه
چه ساحه که ما نامگرگانی همین معنای دن که شما لوگ مردم مات والد پت آدگر دیگر هیچ کس شما حالا سرپد مبید. اگر سرپد مش بدی مگرم که ماشم دلسو چی پد چوکم و شما هیچ مردمی هم نباید دور اطراف مطلع بی. یعنی اگر شما واحد تو که یک نفری برو مثلا شما رب دیوار تر دیما شعار نویسی کنه فرضاً شو باند دیگه مردمی چه بودش باید گوشما همراه این روا گاین گوشی که ماشاءالله هر کسی یک کار کوته آیه دروته آیه مثلا خدا گنجه بدنته فورا مردم به غرور تو که بکنی اشتباهی تو که بوشی که کار من کوته اگر یه خبر بکن و تجانی و تو خطری تو که دور کوته. پس هیچ وقت چه کاری که کنید به هیچ کس کیسه مکنید بلکه آ کارو دل تو که بلید خدا شما راضی بی هدفی که ملک تو که هسته فهم هدف برسه. درستی مردمان باید واحد تشکیل بدن. طلاب مدرسه دینیان والا آیا هم واحد عرب کنن چوتارا همه مردمانی که جاه یارنده کسانی که سپاهی و بسیجی سپاهی تو که گوره آیا هم واحد عرب کنن بلوچ چما واحدانی که واتش هسته چما وقتی خاصی مردمان عرب کنن که همکاری بکنن کسانی که دانشجوان چه دانشجویان تو که عرب کنن کسانی که محلیان تو که عرب کنن کسانی که تبلیغیان تو که عرب کنن هر کس هر جا هسته مولویان گروه تو که عرب کنه بل درسته ما باید یک دست ببین هور ببین همراه ببین تا یه دیکتاتوری حکومت ها بپروشیم سکوت کنک آرام بوک وحدی نه پرچه که ظلم قبول کنک مسترین گناهی و مسترین جرم اشیا هم مشه موشه پیش چیشه که شما یک مردمی جذب بکنید و تی همراهی بکنید یا بره آیه محک بجنید یا دیگه چیزی آیه بگوشه بچاره باره آیه دب دارگ بی چی رو کسایی کن و دیگران یا نکنید اگر چیزی را کسایی که گوره رنده شما یه موضوع که انگه مهمترین خطرناکترین وای ما گوشه وای همراهی مکنید همچنین محک بجنید که بچاره چین چو اعتماد ها آیه سرا اصلا ایشی جای وصل نه اینطور نه ایشی هم زانه گلوتی پیش هر چیز. پس قدماتی باز و احتیاطی میکنه هیچ بار مشه موشه که دو چیز سک مهمه در تشکیلات کار تو مبارزات تو. یک شعاری که شما نویسید برگه‌ای که شنگ کنید یا هر کاری که انجام دهید باید هماهنگ و مرکز بی پرچه که اگر یک چیزی پهکی این جاگاه شنگ ببی اثری گشتر انتاشی که هر جاگاهی یک مطلبی نویسد. دو ودی امنیت اولویت بکنید جذب افرادا سک و دقت کار بکنه. امیدم که کلیپ شما بازی سوالی ذهنا جواب داده بی اگر انقدر هم شما ذهن دو سوالی هسته باشی که چه پیما واحدی عرض بکنید حتما شما جوس بکنید. اگر شما هیچ پیما مردمی هستید که نتونید میدانی کار بکنید تونی سرمچار سایبری ببینید. سرمچارهای سایبری در مقابل با سایبری های سپاه هم و مبارزان در سایه در مقابل گوکه اما کسانی که وطار سربازان گمنام امام زمان زاد. یعنی شما سربازان بلوچستانید آن سربازان حکومت هم. شما سایبری های بلوچستانید آن سایبری های گجر حکومت هم. سایبری بلوچستان و مبارزه بلوچستان باید بوتی ملکی آبادی ها و تی حکومت دوردهگا و تی ملک تو که ود ریشه جنگ و جهد کپگا جد و جهد بکن تو مبارزه بکند. سرمچاران سایبری که همه مردمی که یک پیج صفحه جنند صحابی مطالبی که هستن شنگش کنند به شکل بسیار منظمی گو آدگه سایبریانی که هستن آین جواب دهن آیانا شکست دهن علیه آیان مطلب نویسند علیه حکومت مطلب نویسند مطالبا که صحابش دانت مقصد تولیدش کن باز زحمت کشند موضوع دوکا آیانا یک پیج اینستاگرامی تو شنگ کن وقتی امنیت آن در فضای مجازی حفظ کن رمزهای دو مرحله حتما فعال کن که هیچ وقت حکم بی هیچ لینکی مشکوکین سرا هم کلیک نکن و پچ نکن. اگر یک کار بکنه شما هم تونی سربچار سایبری ببید. امیدم که کلیپ شما واسطه اثر بخش بید. حتما با آدگی سنگتانی که لوته عضو ببندن یک بری آن بگوشید که کلیپ چارن تا شرطر بزنند که چه پیما جد و جهد بکنن چه پیما همراهداری بکنند. با امید گرگ حاکمیت بلوچستان و دوردهگی حکومت ظالم.